خوب هستی برادر شما خوب هستید اینجا کارو گفتم همه طرفات انجینیر شما خوبه نکه همه طرفات همه تینج خوب اکا جان اکا ما حقی نصیحت کردن هم نداریم شما رو شما ایو کلونه نکنه تماکو رو نکشی با خوبتر میشود اگر تا همین قاپوق شکی دیده باشه همین کریشکه میگن قاپوق میگن چی میگن اینا نویسته که تماکو کشی به نشمندی آورده میرسونه همین نکشی با خوبتر میشه که ایمو یا گفتن خوب شده خوب زنده باش بعضور بشید میگم هر مولو بچه راست میگه افشین همین چی در کورم نیست همین خیلی میکشیم نه مولو هم راست میگه خداوند بزرگ در پناه اسمت خودت نگهبان باش در نزد دوست و دشمن سرخمون نکن پاک و پروردگارا از ایمان خارج ما نکن خداوند بزرگ همین نمازهای خواندگی ما را به درگاهت قبول بگردان پاک و پروردگارا در پناه اسمت خودت نگهبان باش به حرمت اللهم اغفر لی و لوالدی و استاذی و جمیع المؤمنات و المسلمین و المسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين الله اكبر السلام استاد مرا شما رو یادش استاد السلام علیکم نه زرتی دادارم خوب هستید اینجا استاد من همین شعر خواندم تحلیلش نفهمیدم استاد یا میفهمونده تحلیل این شعر کو غافل مباش ز عمر چو کشتی در آب ایستاده می نماید و چون تیر می رود په چی شعری خوب چی شعری و منطق پرمضمون بله استاد انا که دادر عزیز شاگرد عزیز یک عمر آدم ایستاده می نماید و یکی که کشتی که در بین آب همین هر دو ایستادگی می نمایند این همین را در نظر داره که غافل مباش ز عمر چی کشتی در آب ایستاده می نماید و چون تیر می رود ایستادگی می نماید اونه که تیر ده تیز می رود یکی عمر و یکی کشتی این تعلیلش همه که عمر آدمیزاد به حد تیز میگذره برای همون که چرخ می توانی ولی دادر جان فقط بخون خب من شاگردی عزیز رحمت کلام استاد فقط بخون من آفرین بخون بس ای ما اشکانم اتور شما تختان زور میگیرید کدامش کلونه اینمیش تو اینمیش بزنید یک دیگر به وحزت ایره بزن چیگه پای دو همین دیننگی گوده کن شما همین وقتی که هم خیلی جنگ کنید حاجی وقتی خوندنی شما او برین یک کانتر کار کنید یک ایکو الاف بیارین هزون بیارین اینا الکی وقتی بایشیده چوبوق برین یک کار کنید شما دو داره کو جنگ سگ میکنه این خیلی گپ نیست فهمیدید کو ارتان اشتشین انم که آفرین دو داره کوی مکانتونو بزنید انا برای همین خوچک جان این دو داره که من دادم بابا جان هم داری این دادم بابا جان انا برای همین فقط همدیگرتون رو حرمت کنین در این دنیا عزت و حرمت احترام میمونه برای همین تو بده خونتون برای خوچک جان بده فقط خنده بابا جان رفته انا دو داره عزیز رفته می بچو رفته می دو داره هر که خونای خود برای کفای کار شما بچه جون مرا گوش کن زندگی و مجموعه بیش و کمیست مطلب چی رنج و عذابا با چی دقت و کلان کردم میخوام که با سری بلند بری و با سری بلند بر بگردی بچه آدمایی هستن که راه زنن دزدن قلابن به هر راه میبرن من میخوام که تو ناز بخونی و با سری بلند بگردی بیاییم کشلوگ ما
میفهم موچه جونی من جون بچه جون دیل تا پر بگیر میدونی که من خیلی بد ندارم کاری بد نمیکنم موچه جونی من فقط من همین یک آرزو دارم که برم مدرسه دا بخونم بیام ملا امامی همین ده باشم و در خلق خودم خدمت کنم این همین آرزو دارم موچه جون فقط در بالای سر من دعا بکنین دعاگوی من باشین تمام الهی امین بچم ساق برای سلامت بر بگردی با سری بلند بخونی بیایی بچم در آینده در پیریم اسای دستی نبگردی موچه جونی من پروانه خوب نه موچه جون بیرون نکن خوب چی گفت شده باشن؟ نفهمیدم آمدم چی گفت شید؟ خوش کمارا همونجور همونجوری که رفته کو نگه که جورا پلیونی شیده اکه پلیونی شید جورا جایی که ما شما رو زیر ای کردم اونجا کامرا داشته واه کارو بیزه بگو به مایل همار حالی کام دستود نگالتا او کامیرا دا همار گالده سراسیما نشه بچه یا فکری خوب کردن در کوره حق گبزن چی کار کنی؟ خوش که جورا یک 15 روزه شما همینجا اونجا میشه یگون کس باید ندونه که شما بجون میری حتی من ندونم تو اندمی که من کامیرا را توزا باید باز شما را زمینه شما میتونیم بیو فکر خوب فکری بهتر یگون جورایی که هیچ که ندونه تونه هیچ که نشنوسه داشه من ندونم جو تونه خیلی که ما همین حیات صغیری به کسو به کوی بریم بریم با یگون جو که هیچ که نمیده میشه آیتی میخوشه نیست شبی تمام اکا جان نام همین قشلاق چی های؟ سنتودا همین سنتودا همینجور یکان جو زمان نکی نکرم مفروم کجا آمدم نمیدونم چک شروع خیلی توکلم به خدا نخواه دهم قشلاق ایام که از یک شب دو شب مهمان مونه گیرم سلام سلام ملو بچه میگم من ملو دمونندم السلام السلام علیکم مولا بچه. سلام علیکم. سوز تین سلامتی ها نه. همه خوب. رحمت اکا. سوزی همه خوب. سوز تین. ایتا بچه دوشنبه رفتی
ملو بچه لیباسا علی شیده دیگه شیری خوندنا چی خیلی؟ سوز نغزو تو مرا شناختی؟ آخی ملو بچه خشلاق من بدی چی خیلی نمیشناسم؟ نه نه دردم زد من راستی کم ترک کلم حیران شده که بخشش بچه داری 2 ماه لباس دیگه شده فرما رو بی هر فرما دیگه شده اگه بخشش دو درجون مرا کم کلم دیگه شده که اوزورده اوزور معلومه انیخ کردن نکو چیگه باشه ما رو میبینیم مولو بچه گفته عجایی با فکرم یک قشلاق دا کسی هسته که مرا سخت مونانده نفهمیدم هیچ نفهمیدم سلام علیکم خیلی سوالات جمع شده کاش که استاد میپرسیدیم همه ای استاد چی گپی هست فهمیدم نکن ساز استاد نه ساز شاگرد کارکات خوبه همه طرف تینج استاد دو ماهی که شما دردشنبه بدین که استاد در فکر ما بسیار سوال ها جمع شد استاد خیرت که آمدین استاد هیچ گپ نه سوال استاد تو مرا میشناسی استاد خونه ما کجا داری خونه شما استاد استاد شوخی داری نه شوخی نه من همین خونه مونا گم کردم خونه مونا گفتم خونه تو استاد خونه تو نام چاکی استاد چاکی او طرف کو بیا منو ببر تو خونه مونا شوگیدم تدان شوگیر آیندت خوبه آیندت خوب میشه همیه یا آی نمیخونه شما استاد گپ نیست انا کن تدا برای کار مالی مالی بو میبینی کیای بیو کیای های بچه مایه های ای جونیو چه آمده خوش آمده سلام علیکم چه نغزه سازی خوبی تینجی سلامتی همه طرفتش کن خوبه خوش آمده نوری دیده تو سری قکلان شده بچه ای مایه یه قشر شده بیا خوناب درو این بچه بیا خوش آمده نغزه دیگه بچه جون کارو کن شکری خدا این مولو بچه کسی بده قدر کشلو رو حرمت میکرد یعنی کشلو مرا گاشتن حلوات میبرن هم مرا حرمت میکنن من دردشنبه گشتم دزی و غراتگری کده آدمزنی کده گشتم این آدمگری رو بی این خیلی مرا حرمت میکنه میفرم که با برون بکردم کشلو دا باور کن این گودکو این زنکو این کارونو همه مرا حرمت میکنه الله اکبر बोलो बच्चा क्या बनी जगह हाँ की हारूसु أكجواد تلاوی او نبي أودا نبي أوج خيمينا نه پویان نریکو تمام پویان هی بیو مرا تو همجا را نشان بده رها مایدی رفتی ای خیلی گپ دست این کوچه دا گپ زن مایم برا کوچه اختام دا زوری که خیلی بزن در اینجا جنگ های نگاه در این خشلاق مرا چقدر حرمت میکنه نگاه کن چی گفت سودا تیجی چی ایستاده نخی کدمیش کلانای نمیش بزن خیلی گوانه که بزن
либос пӯшид, гапзанид, рафтора дига шидаем. Ко қишлоқ миёд дига назарат моро намегирад. برای چی خیلی میگی؟ راست دیگه پا بگم این بدگی تا بخشوتر شده ای لبی دریا آمدی دستا تا شوشتی مرا بوسه ندادی با اون لبکات آه مرا کشتی پایتخت رفتی با شاعر عشقی؟ عشقی که من در تو دارم بز در علف نداره و سگ در استخوان ندارم میخواستم که یک بار ما با تو بلوی بحر و هی انا تارهای کوه تماشا بیرویم میخواهی؟ این روز نه برای چی؟ برای که این روز اکرم در خانه پگاه؟ نهیش من انتظارت میشم اوه مولا بچه خوب بچه به تقدیر بدهیده اینقدر مردم تره حرمت میکنه اینقدر خلق قشلاق تره حرمت میکنه بوی عروس شپیه خیلی قشلاق در رسیدیم ای بای همه میبینم من شرمنده میشم ای کی میگه ای بای همه صد ای ما چیکار داریم مردم داخی بکوری دیل مزد باور که ای وای ربی کیرم مولا بچه را ای توبام مولا با 2 روز میره دوشنبه نگاه که حالی مولا را اما در روزی روشن باور که ای می دختر آمده سایی دیدی؟ ای اکاش برو ما آنها که تلو توپا بی باور که توپ تره خی میشم نگاه کن نه حکیم جان التماس شما روین که من ای گپ اکم گپ میفهمم خی مایله ای اکم از خونه بگذر باز به من خطیده در خونه گم میزنم اینجا بیم مولا سلام علیکم سلام علیکم تو دین رختا مولا میگرفتی ایتا 2 روز در دوشنبه گشتی ای بنا میدونی در روزی روشن ایدمی خواری ما میگردی که بخشش خیلی کردم ما تو را 2 دین مولا گفتا حرمت میکردیم اوزور ای بنا میدونی در روزی روشن ایدمی خواری ما گشتی سی ای مولا بچه گوش کده من تی خیلی باوری نداشتم فهمیدی تو می اومدی از سخن میکردی کو من خوار ما در تو فهم میکردم فهمیدی اوزور خیلی ما تو را مولا گفتا حرمت میکردیم فهمیدی فهمیدی باز با گام میزنیم گوش که سیگارت نداری؟ سیگارت بچه تو دین را نصیحت میکردی که سیگارت نکشین علی گپای شما ما سیگارت کشی را بس کردیم تماکو کشی به نشمندی آورده میرسونه همین نکشی با خوبتر میشه که ایمو یا گفتن خوب شده عجایی میخوای بخشش من خواهم حضور احمد خوب شبم شنیده که بیرون گرمه ها؟ بابا بچه جان بگی یه پیالا چای بخور بچه در این شبه کی زنگ زده است باشه؟
الو السلام علیکم اوچا جان. و علیکم السلام. اوچا جان بخشیش یک هفته بود که من شما دا زنگ زدن نتونستم. نبینم به کار شدیم یک کمتر کار بر اومده بود. کی شما؟ الو اوچا؟ من حکیم جانم اخی. چی؟ حکیم جانم اوچا؟ نشناختی؟ ای خدا حکیم جان اخی در برون ششتگی کو؟ اوچا جان شما چی گفته سید من نفهمیدستم. من اینم به تلفن یک آشنام زنگ زدستم. واسه نما قشلاق دایم واسه میام. در کجایی؟ واینا درآمد قشلاق دایم اوچا جان واسه میام اینا. بیو خواهی بیو بچم بیو. بیو. خدای تو بکن خدا جان. اوچا جان مرا ببخش اوچا جان. من این گپا گفتنی بدم که من همین گپا باید شما دا میگفتم نکیم خیلی خداوند راضی نشید. مرا ببخش اوچا جان که این گپا شما دا این طول یک هفته شید نگفتم نکه نو خدا راضی شید میگم. مرا ببخش اوچا جان که من بچه شما نیستم. من همیجا سر قشلاق دا فرو آمدم همین خیلی شید که توغولی شید من خونی شما دا غیر تیدم. مرا بچه گفتن ملا بچه هزار رحمت به اون ملا بچه که یک هفته شید که من از پیش ملا بچه خورده خوابم. انا اوچا جان راست دیگه بگو من یک بچه دوزم. چی؟ یک بچه دوزم. من در بیدون کران شدم در یتیم خونه کران شدم. مرا ببخش. من در یتیم خونه کران شدگی مرا ببخش. اگر اجازت بدی من بخیزم برم یکی هم یک بار بچه تا ببینم هم مالا بچه رو ببینم که چقدر آدم خدا داده او بچه. او بچه رو اینقدر آدم ها حرمت میکنیان. اینقدر بچه با او رو بوده در دیها. میخوام یک بار هم مالا بچه شما رو ببینم. باور کنید یا نکنید من عاشق بچه شما شدم. یک بار ببینم میخوام که فیلم رفتار کردار رنگ بچه شما کنم و من مالا بچه شم. مرا ببخشید اوچا جان یک بار بچه شما رو ببینم. یو مایو در حقیقت مدام مانند بدهی این مردم قشلوقم این مردم دیهم ملو بچه بیهوده مرا نمیگفتیان. یا در بزرگی جانم خداوند بزرگی این آدمم ای تمانان میشیده. اوچا ای کیه؟ ای را ای کجای افتی؟ ای تمانانده؟ من ترسیدم از اون روزی که آمد بر سرم. بچه‌ام در یتیم خانه که کلان شده باشه من یک قصه را باید برای شما نقل کنم. بگو کو. مادر دکتر چی میگه؟ زنک جان ایمو تو دکتر میگه که فرزند نمیشه نصیب تقدیر همی بوده. برادر یک دختر بیا برادر سلام برادر ما شما سعی داده میتونم ایجای روسیه بیوازم دوگانی تاول کرده خودش سعی فرزند رفت و شما میتونیم برادر با فرزندی قبول کنید و زد پدری کنید. چقدر خوشبخت خرسند میشم دکتر رحمت. لیکن ما باری کودک از خردسالی کلا نکردیم. میشد که همون یک تایی همون رو من بگیرم همون بچه رو خیلی کلام کنم با وایر برسونم. خیلی دیگرش شاید یکان بی فرزند دیگر بود میره درمان.
میشود زنک دیدی خداوند چقدر بزرگ است. بینا صاحب فرزندم شدیم. بعد میدونی چی زنک جان؟ نامشا حکیم جان نام میکنیم. حکیم جان. مایل مالک جان. شیر بچه میشه و شیر بچه حکیم جان. مالک جان. مالک جان. راستی گپ من این قصه را خودم نفهمیدم که مادری اصلی ما که مرا به دنیا آورده این کسا نبودیان. من این قصه را خودم نشنیدم و در حیرت ماندم. من 26 تا 30 دارم. فقط مرا یک چیز غم میداد. همین بود که من در کجا به دنیا آمدم تا آن روز مرا درون به درون غم میداد. آن که نه فهمیدم این قصه را که من کی بدم و چی بدم و مرا کی زایده بوده. نام شما چیه؟ نامی من حکیم جان. مولا بچه من بسیار نامی تو را شنیدم. حکیم جان. نامی من حبیب جان. فهمو راستی گه با چه خیلی نمومونم موافق اومده یا؟ من راستی گه این قپلی جمع کردگی دارم. نه که با پلوی من همش با دزدی و با مشینیکی و با غارتگری جمع شدگی هست. ما پلو را چیکار کنیم؟ خیلی چیزی که تو در وقتش کدی گذشت اکد توبه که گناهات خداوند بزرگ خودش هست خودش میبخشه. میگه که زندگی مخصوص بهر بندگی است. زندگی بی بندگی شرمندگی است. فهمو زندگی بی بندگی شرمندگی است. من یارو فهمیدم. همیشه گفتنیم که ما پلویی که با غارتگری و با دزدی جمع کردم ما وارد چیکار کنم اکه؟ این یک راه داره. بزرگا میگن که ای راه بزن خیر کن. هیچ گم نه. بیار خیر که صدقه که خداوند ببخشه گناهایی کردگی تا. خب چیزی که خودت بگی. اگر نه من یک دو رفیق دارم نه شاگرد دارم. اونی زنگشون میزنم پدار روی کنن میدونی من چیکار میکنم. میام اینامی حبیب جان و حکیم جان همشه در ده خیر میکنی. چی گفتی؟ نه این کارو نکن. وقتی که آدم صدقه میکنه خیر میکنه با دستی راستش خیر کنه با دستی چپش درک نیومه. گپیتم درست قبول. مولا بچه چیزی که خودت بگی. خطر آبروی محمد
جای میره در امان خدا باشد، خدای تعالی نگهبانتان باشد. در زندگی یگان غم و غصه فقط خانهاتان توی تماشا و به وقتی خود زندگی کنید. الله اکبر. ماما در توی کن. سلامت باشی. بدرو شب ماما در خونه یکان کس هسته نیسته اینجا. خیلی میبونیم با بچه آمدن یعنی ما میکنه. اینم یه آدم خیرخواه بوده. رحمت خدا دولتون عید زیاد کنه. الله اکبر. مالش خوب ماما. اینم یک خیرخواه در بچه کوی خیرخواه یک خوب چور بوده. کجا دمونی؟ بای تاشکندی؟ این بچه های خیرخواه را که دو بودی. خیر مالش الهیم آمین. هر کس به مراد و مقصد و برچی خوش تن صحت عمرشان دراز کنه، سال امانی و تنجی کنه، هر کس به مراد برسه. همین خیلی چیز کارا بسیار شانانو دولت از تنجی و امانی کنه به مراد و مقصد برسانه. الله اکبر. بسیار شانانو الله اکبر. مالش بای تاشکندی. خوش آمدید.